سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 12 از سری برنامه های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. مهندسی جهل به نظرم یه حقیقت غیرقابل انکار در اطراف ماست. ما داخل این زندگی میکنیم، مثل ماهی که در آب زندگی میکنه، مثل ماهایی که در داخل یه هوای زندگی میکنیم یا آلوده است یا هر چی هستش. فقط زنده ایم، به زنده بودنمون خوشحالیم. اینکه این آب واقعا آب یا آب نیست، مایع هست، دارای زهر و مواد مضر به ما هست یا نیست، اصلا به اون توجه نمی کنیم. فقط چسبیدیم به زندگی متاسفانه و کاریش هم نمیشه کرد. من برای این برنامه، برای روشن شدن بخشی از این جهانی که برای ما ساختند و مهندسی کردن تا جاهل بار بیاییم، جاهل زیست بکنیم، جاهل بزرگ بشیم، جاهل درس بخونیم، جاهل تر بشیم با درس خوندن و بعد جاهل ازدواج بکنیم، جاهل کار بکنیم، جاهل پیر بشیم و جاهل بمیریم. برای اینکه یه نوری به این بتابونیم و از این جهل یه مقداری دور بشیم، به معرفی کتاب‌های ترکی میپردازم. کسانی که فکر میکنن زبان ترکی دارای ادبیات و توانایی لغوی، دستوری، نوشتاری یا در تاریخ نبوده یا الان نیست، میخوایم اینو کلن از بین ببریم، یه نوری بتابونیم. یکی از دوستان بزرگوار ما، یک ترکی، 10 ترک کار کردن در زمینه زبان و ادبیات ترکی در تاریخ گذشته. یکی از اینها رو من باهاش آشنا هستم، بقیه رو آشنا نیستم. مشکل من در اینه. ایشون اومده یه کتابخانه آنلاین، یه کانال در تلگرام راه انداخته به نام آذرباش کتابخانه‌سه. بعد اومده در اونجا کتاب‌ها رو گذاشته. شما الان اونایی که دارن لایو الان میبینن برنامه رو از طریق یوتیوب، میتونید به راحتی این کتابخونه رو، آدرسش رو ببینید. نگاه بکنید این کتابخونه رو. خب آخرین کتاب هایی که گذشته رو من معرفی بکنم، بعد بریم به یک کتابی که من قبلا دانلود کردم اونو بخونیم. مخزن الاسرار شیخ نظامی، اشعار. این نظامی، نمیدونم نظامی گنجوی هستش یا یه شیخ دیگریه، نمیدونم، ولی یک کتابی نوشته به نام مخزن الاسرار که ایشون به ترکی هستش، این رو گذاشته اینجا. یکی دیگه از کتاب ها سوزلوک، یعنی لغتنامه، وسیلة المقاصد، رستم مولوی. یه فردی به نام رستم مولوی در 246 صفحه این وسیلة المقاصد رو به ترکی نوشته. اینجا این کتاب دانلود میشه. منتها کدوم کتاب هست بذارید ببینیم. اینجا نمیدونم این کتاب احتمالاً هر کدومه، نمیدونم این چی هست، باید دانلود بکنیم متوجه بشیم که این کتاب، چون معمولاً اینجوری میکنه که در بالا اون فایل عکسش رو میاره و در زیر چیز میکنه. احتمالاً واقعه کربلا مقتل شعره در رابطه با در سال 1040. میتونم بگم که 996 سال قبل این کتاب نوشته شده. در 96 صفحه، حدوداً 446 سال بعد از، کمتر، احتمالاً 300 خورده سال بعد از، 370-80 سال بعد از قائله عاشورا کربلا، ایشون این کتاب رو نوشته. احتمالاً جزو کتاب‌های یکی کمتر دروغ هست، با آنکه میدونیم کلاً شیعه ها دروغ نوشتن خیلی ها رو، و من هم شیعه هستم از قضای روزگار و تأسف. حالا یک کتاب دیگری هستش، تاریخ ترک عموم،
در مورد تاریخ عمومی ترک‌ها صحبت کرده و این رو هم فردی به نام دکتر محمد رضا باغبان کریمی از اون ترکی قدیمی به ترکی مدرن امروزی با حروف از کتاب دستی رو تبدیل کرده به کتاب تایپی امروزی که بشه خوند. 176 صفحه هست. این کتاب دانلودش هم همین زیرشه. طب المنظوم گیسونزاده، یه فردی به نام گیسونزاده یک طبی نوشته، یک کتابی در مورد طب نوشته در 158 صفحه. دستنویس این کتاب اینجا هست، میشه اون رو از همینجا دانلود کرد. در ترکی هست. حکمت یعنی همون فلسفه. حکمت اسم عربی فلسفه است. این در 160 صفحه به ترکی نوشته شده. اجازه بدید من اینو دانلود بکنم. من الان اینو زدم که دانلود بشه، احتمالاً این رو در روزهای آینده بخونیم. تقریر و کافیه، یک کتابی هست به نام کافیه، تقریر کافیه. یک کتابی هست به نام کافی، احتمالاً این خلاصه اون باشه که هرچی در 62 صفحه یا قدیمی‌تر یا جدیدتر از اون باشه. بو ترجمه یدیر، این ترجمه شده، ترجمه یک کتابه. حالا هر چه کتابی هست میشه اینجا دید و چیز کرد. اینجا سرنامه رسالسی، سرنامه احتمالاً مربوط به عرفان و مراحل عرفان و اینجور چیزاست. در سال 1216 حدود 200 بگیم که 30 سال پیش این کتاب نوشته شده در 48 صفحه به ترکی. طب سیاهی رو قبلا صحبت کردیم. فرائض رسالسی فکر میکنم در رابطهش صحبت کردیم یا نه، یکی دیگه است نمیدونم. حالا این کتاب بیش از 4000 جلد کتاب رو دستی اینجا هست. کسایی که بخوان میتونن مراجعه بکنن. منتها اجازه بدید من برم از اینجا این رو ببندم، برم و از این قسمتی که دانلود کردم تلگرام یکی از این کتاب ها رو باز بکنیم بخونیم. دیروز و پریروز در مورد علم همای خلیل حاجی اغلو صحبت کردیم و این در رابطه با عرفان و نماز و روزه و اینجور چیزاست و تلاش میکنه علمی در این باره صحبت بکنه. صورت تقسیم کتابی بود ریاضی که این رو هم معرفی کردیم. من توانایی ریاضی من در حد 1000 اونم نیست که اون کتاب رو بخونم. در نتیجه حتی صورت مسئله هاش هم نمیتونستم بخونم. اونم که ترکیه، به متنش به ترکی نوشته شده، اما مسائل ریاضی وقتی در مورد خود ریاضی میخواد حلش بکنه، یه معادله رو مطرح میکنه، معادله چند مجهولی، بعضا معادله 10 مجهولی مطرح میکنه و میخواد برای اون حل‌هاشو بنویسه، ریز حل‌هاشو هر مرحله رو شما اونجا میتونید ببینید که چه انجام داده به زبان ترکی. خب ریاضیات در اصل زبان نداره، ولی تشریحش به مطرح کردن مسئله به ترکی هست. خود زبان ریاضی که اونجا بحث میشه مثل فارسی که زبان ریاضی نداره، زبان ریاضیش عربیه، از اون استفاده میکنه. حالا امروز این مادلر، ببینیم مادلر در مورد چی هست. آیا در مورد مواد صحبت میکنه یا در مورد چیزهای دیگه. این کتاب رو باز کردیم دوستان. این کتاب در 40 صفحه هست. 40 صفحه این کتاب دستنویسه. اینجا فهرسته. البته اینجا صفحه جلد رو باز کرده. این جلد ظاهراً مثل یک دفتر هست. اینو باز کرده. صفحه اولش اگه یعنی پشت جلد، داخل جلد رو نگاه بکنیم، ترکیه جمهوریتی، معارف وکالتی، emlak mektepler talimatından namet. یه چیزی در مورد ilk mektepler تعلیماتندانdı. این از کتاب هایی که در دوره ابتدایی
اولین کتاب هستش که در دوره ابتدایی تدریس می شده. 1929 1930 1931 این کتاب در این سالها نمیدونم یا تدریس شده یا اینکه در کتاب، حالا این رو تو کتابخونه نوشته. اینجا فهرستش رو میبینی که از صفحه 1 شروع میشه تا صفحه 125. نه خیلی زیاده. این چرا گفته 40 صفحه نمیدونم. اول فهرستش رو اینجوری نوشته و کاغذ متاسفانه در طول زمان آسیب دیده و احتمالاً کاهی هم روغنی هم باشه، احتمالاً نمیدونم. هنوز کتاب رو تازه باز کردیم ببینیم چی هست و داریم تصویرش رو میبینیم، کتاب رو لمس نمی کنیم. خیلی مشکلات داره این نوع خوندن کتاب. مثلا قسم ماده، قسم اول ماده اساسلر از صفحه 1 تا 2 احتمالاً. قید معامله‌ler 2 تا 11 از صفحه 2 تا 11. همینجوری اینها رو داره میاد پایین. احتمال حالا ببینیم که ماده چی هست. چرا میگم روغنی این کاغذ؟ یا احتمالاً روغنی شده. این پشت صفحه هم دیده میشه. کاغذ یا روغنی به جوری شفاف هستش که اون چیزی که پشت صفحه بعد نوشته شده، این مثلا صفحه 1 نگاه بکنید، اینجا 1 رو زده. اگه اینجا رو نگاه بکنیم این پشتش صفحه 2 هست ولی دیده میشه. حالا این صفحه همون صفحه 2 رو اینجا میبینید که اینجا زده 2 و این قسم 1 اساسلر 1 اساس ها 1. این دست نوشته هست. حالا فقط یه نگاهی به خود کتاب بیندازیم. احتمال میدم در اینجا گفته بود که 167 صفحه هست. حالا آخرش هم اینجا یه چیزی هستش که نمیدونم اونم جزو چیز هست یا نه، ولی وقتی در اینجا میایم میتونیم حالا این رو همینجوری یه ورق بزنیم ببینیم که چی هست. ما میدونیم اینجا 8 اینجا 9 مثلا این صفحه ها رو میبینیم. فقط من میخوام ببینم که چرا اون 40 صفحه شده. اونجا احتمالا این جلد اولشه مثلا. نگاه کنید از اینجا یه چیز جدیدی داره رخ میده. ایندکس داره، ایندکسی که الان هم به کاربرد داره. اینجا اومده ایندکس کرد. از صفحه 27 به بعد دیگه وارد ایندکس میشه و کتاب تموم میشه. 3 صفحه ایندکس داره یا 4 صفحه ایندکس داره و تموم میشه. اینجا گفته 20 صفحه، اینجا نوشته 27 صفحه، 29 صفحه، 30 صفحه و با جلد 31 صفحه. جلد رو حساب نمی کنیم، 31 صفحه. حالا دوباره برمیگردیم از اول ببینیم که این کتاب اوکی. Umumi ilk mektepler mecburi tahsil yaşında bulunan çocuklarda talim ve terbiye için devlet tarafından veya devlet namine ihtimalen açılıp ve idare olunan ilan tahsil ilk tahsil مؤسسه‌sidir. حالا این در احتمالاً چیزی که الان متوجه دارم میشم از این جمله این که اساسنامه وزارت فرهنگ و معارف یا مدرسه هاست. چجوری مدرسه باز بشه؟ ilk mektepte تعلیم و تربیت مقصد و غایه‌leri şunlardır. میگه که آمال و مقصد، هدف و مقصد غایه‌ler میشه خواستهای آرزو، چیزی که میخواد به دست بیاره در مدارس ابتدایی اینه. از تعلیم و تربیت صحبت میکنه.
ilk məktəblərdə təlim və tərbiyyət məqsəd və qayələri مقصد و غایه تعلیم تربیت در مدارس ابتدایی شونلردر اینها هستش. چیه؟ 1 2 آب. حالا اینجا آب گفته و بعد دیگه رفته یک موضوع دیگه. ایلک تحصیل çağında، çağ زمان، در فارسی هم این گاهی به کار برده میشه. ایلک تحصیل çağında çocukların bedence ve salim itibarlara sahip olmaları temin edecek bir muhit içinde. حالا دستخط میشه خوند، ببینید اینو میشه خوند، خیلی راحت میشه خوند. حالا یکی دو سفر آدم بخونه با این نوع خط این آشنا میشه. این خط خیلی قدیمی نیست، یعنی کتابیه که نوشته شده به ترکی، دستخط خیلی اعتبار داره. اولین کتابی هسته که در رابطه با اصول آموزش پرورش در ترکیه داره صحبت میکنه. این به همین جهت بسیار مهم و حیاتیه که ما بدونیم که با چه اهدافی، برای چه اهدافی میخوان آموزش پرورش رو راه بندازن و تمامی بچه ها رو مجبور بکنن که درس بخونن. حالا اینجا ممکنه که بیاد اصول شستشوی مغزی اونجا رو هم توضیح بده. میدونیم که به هر حال مثلا در هر رژیمی یک ایدئولوژی هایی رو داره، یک خواسته های سیاسی رو داره، منافعی رو داره که اون رو میخواد همه باور بکنن و بهش ایمان بیارن. احتمالاً ترکیه هم داشته نداشته، اینو باید اینجا رو خوند. حالا این چون جدیده من خیلی دیگه روش زوم نمی کنم و جدیدم هست، یعنی خیلی قدیمی نیست. کتاب حدود اگه تاریخ رو دوباره بخونیم گفته که 1930 اگر این رو فرض بکنیم حدوداً 90 ساله 95 ساله هست این کتاب. اینجوری در نتیجه خیلی نمیخوام روش مثلا حالا بریم اگه بتونیم. احتمالاً این صفحه ها حالا اینو متوجه دارم میشم که این 166 تا 167 اون شماره مسئله هست که داره ماده‌لر، مواد مثل اساسنامه قانون اساسی آموزش پرورش هست. درنچه این ماده 1 ماده 2 هستش، نه صفحه 1 صفحه 2. اینو الان دارم متوجه میشم که چی هست. مثلا اجازه بدید دوباره برم اینجا. ماده 1 رو خوندیم، 2 رو هم خوندیم. ماده 2 بخش داره. اینو در مورد اون میگه که حالا باید بدن سالم باشه و اینا. بعضی کلمه ها رو نتونستم بخونم، به همون جهت هم چوخوندن بدنجه بولنامه چون. حالا میشه میگم خوند این رو. من میگم این خیلی سخت نیست، با 1-2 صفحه خوندن چشم عادت بکنه و به رسم الخط این عادت بکنیم میتونیم. حالا 7 و 8 و اینجا داره 11 12 13 بعد خود 14 تقسیم میشه به چند ماده تا 11 ماده. و حالا بذار ببینید 14 چی هستش. Büyük yaz tatili haricinde tatil günleri şunlardır. میگه که در یاز میشه بهار، بعد از عید سال نو که احتمالاً در ترکیه الان نیست. در ترکیه سال همین سال مسیحی هستش که در اروپا و آمریکا تعطیلی وجود نداره و عیدی هم نمیدن، برعکس ایران که عیدی میدن، برای اینکه ایران یک فرهنگی رو میخواد به شما تلقین بکنه، تزریق بکنه، برای انسانها رشوه میده که با اشتیاق بیشتری این فرهنگ، این دروغ، این جهل مهندس شده رو بپذیرن.
حالا büyük yaz تعطیلات اصلی در ترکیه اون مقطع تعطیلات بهار بوده، بعد از زمستان بوده. در خارج از این تعطیلات günleri şunlardır. این تعطیل های در مدرسه هم میتونه باشه. این 11 تا تعطیل رو نامگذاری کرده. ها فتانگ تعطیل günü. این حالا من اینو ها خوندم، احتمال نمیدم که ها باشه، این یه چیزی هست. فتانın تعطیل günü. این چی هستش که یه جایی هست که احتمالاً جمهوریت بایرامı تعطیلی، روز جمهوریت، که اون هم تشرین چی بوده، ölen 29 و 20 günleri. اسم یه ماه رو آورده، حالا این چی هست نمیتونم بخونم. همینجوری داره ملت مجلس و çocuk bayramı تعطیلی. ملت مجلسی یعنی مجلس بزرگ، الان گفته میشه مجلس بزرگ، و çocuk bayramı روز عید کودکان. این هم تعطیل هستش. نیسانın 22 و 24 günleri. در نیسان، حالا اون بالایی رو نتونستم تشرین من گفتم ولی اون نمیشه تشریه. حالا اینجا نیسان میگه، اسم قدیمی ماهای ترکی رو اینجا آورده. 22 و 24 günler. حالا در اینجا و در بالا 29 و 20 هستش، در پایین هم 22 و 24، یعنی تا اینجا 4 روز تعطیلی چیز بوده. 22 تموز بایرامı. تموز هم بازم اسم اگر اشتباه نکنم ترکی هستش که الان در افغانستان هم به همین شکل به کار برده میشه. büyük تعطیل تصادف eder. این به تعطیل اصلی هم میگه مصادف میشه. حالا همینجوری این آگوستوس، اینجا از آگوستوس صحبت میکنه. آگوستوس هم میشه، حالا بیا پیداش کنی، این انگلیسیش هم سپتامبر فکر میکنم یا نمیدونم. حالا بایرامی büyük تعطیلات تصادف eder. اینجوری گفته و دوباره رفته ماده 15. ماده 15 جمهوریت و ملت مجلسی، جمهوریت و ملت مجلسی bayramında ait تعطیلاتın birinci günleri talebenin mügerrerat programında programında gösterdiği، حالا اینجا یه کلمه هست که بازم نمیتونم بخونم، bu günleri. حالا این موادی رو گفته بوده. پس اون چیزی که من اونجا به نام صفحه خوندم و گفتم که چرا گفته 20 صفحه در حالی که 40 صفحه در حالی که این 100 خورده صفحه هست، الان متوجه میشیم که من اشتباه کردم. قضاوتم زود بوده، نخونده اومدم و گفتم. اینجا مواد رو، بندهای اساسنامه رو داره بیان میکنه. اینجا هم یه چیزی هستش در صفحه 16، صنف 1، صنف 2، صنف 3 و صنف 4 کلاس ها رو میگه. کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی. حالا اینجا چی میگه؟ میگه Türkçe. کتاب ها ترکی باید باشه. حیات بیلگیسی، در هم ترکی باید بخونن، زبان ترکی بچه ها. کتاب ها باید ترکی باشه، احتمالا مفهومش اینه. هم حیات بیلگیسی، یعنی اون در صنف ابتدایی معلوماتی در رابطه با زندگی. حساب هندسه، رسم الایشی، رسم نقاشی و الایشی کاردستی. این در ایران هم بود، ما وقتی بچه بودیم نقاشی و الایشی هم میگفتن و ما اینو انجام نمیدادیم نرمالش.
فقط نقاشی میکشیدیم، اونم یه گل میکشیدیم، نه استاد میدونست میفهمید نه چیزی. ژیمناستیک یکی از اینها. ژیمناستیک ما ورزش داشتیم که قرار بود ورزش بکنیم، حالا تو حیاط باید میرفتیم فوتبال بازی میکردیم، اگه معلم فوتبال بازی میکردن ما باید تماشا میکردیم. موسیقی، ببینید یکی از درساش موسیقی هستش. در همون 90 سال پیش 95 سال پیش کلاس دوم توتزا دوباره درسش به ترکی هستش. حیات بیلگیسی دوباره داره در مورد زندگی آموزش میده. حساب و هندسه، رسم الاشی، ژیمناستیک، موسیقی. در کلاس سوم هم توتزا، حیات بیلگیسی، حساب، هندسه، رسم الاشی، ژیمناستیک، موسیقی. در کلاس چهارم ببینیم چی میشه. در کلاس چهارم درس ها به ترکی هستش، تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه. طبیعت درسی، نگاه بکنید تاریخ و جغرافیا یه درسه، چون شما در ایران به ما تاریخ رو از جغرافیا تجزیه میکنن، در اینجا ما متوجه نمیشیم چی به چیه. اینجا گفته نه آقا شما وقتی تاریخ رو داری میگید، تاریخ در داخل یه جغرافیا رخ میده، اونو باید بگید. بعد حساب و هندسه بعد طبیعت. حالا این طبیعت درسته که اول در جغرافیا صحبت میکرد، ولی در مورد طبیعتش نمیدونم ممکن درباره کوه بودنش، دره و آب و رود و اینجور چیزا صحبت بکنه، اما این طبیعت یک مقدار عمیق‌تر میره و ممکنه که در مورد حیوانات و چیزهای دیگه صحبت بکنه. رسم الاشی دوباره نقاشی هست، ژیمناستیک هست، موسیقی هست. یورد بیلگیسی، وطن، در رابطه با وطن. یورد به معنی وطن هستش، در ترکی هستش. وطن در زبان فارسی وجود نداره به نظرم. وطن یک کلمه عربی هستش که حتی الانش هم نمیتونم بخونم. من دیروز دیدم یکی داشت یه متن میخوند، گفته بود توتن، توتن رو وطن کردن رو نوشته توتن میگفت. نمیتونم، برای اینکه برای فارس ها سرزمین نداشتن که وطن نداشتن که کلمه باشه. سرزمین اگر باشه که فکر میکنم کلمه جدیدی هست، سر زمین به این مفهوم درست شده، از سه کلمه سر و زمین درست شده باشه که فکر میکنم جدیده. این بعد از دوره رضا شاه گفته شده، ولی اگر جدید هم نباشه به معنی وطن نیست. وطن یه چیز خاصیه، حتی احکام داره در عربی، ولی در فارسی این وجود نداره. صنف 5، این ببینیم در پنجم چه چیزایی رو میخوندن. توتزا، تاریخ، جغرافیا، حساب، هندسه، طبیعت، اشیا. مثلا بگیم که ساختهای بشری، مصنوعی، چیزی که در طبیعت ما ایجاد کردیم. اشیا. رسم و الاشی دوباره همونه. ژیمناستیک، موسیقی. یورد بیلگیسی دوباره در مورد وطن صحبت میکنه. حالا میره در ماده 66 یه چیزایی رو میگه، بعد میاد اون هم میگه توتزا. حالا اون در مورد 5. sınıf sökünde یا sınıfında ilk tahsil biteye imtihانی. حالا امتحان ازش میگیرن، امتحانش در مورد چیا خواهد بود؟ ببینید ظاهرا کاری که در کانادا و آمریکا الان میکنن یا بعضی کشورهای اروپایی خبر ندارم، اینه که بچه ها رو تحت استرس مشق نوشتن شبانه و نمیدونم امتحان سلس اول، سلس دوم و سلس سوم قرار نمیدن. بعد فقط در کلاس 5 میاد یه امتحانی میگیره از شما که توتزا. این امتحان یکی در مورد خود زبان ترکی است. آیا میتونه بخونه؟ قرائت. املا. آیا میتونه بنویسه؟ تحریر. املا چرا نمیام تحریر رو هم نوشته؟ احتمالاً تحریر به معنی خوشنویسی باشه، نمیدونم. گرامر یعنی دستور زبان ترکی. انشا. ببین اینجا املا، تحریر و انشا 3 کلمه است که من تفاوتشون رو، چون در زبان فارسی اینها رو به یک معنی گرفتیم، نمیدونم در ترکی اینجا به چه معنی برده، برای اینکه اینها جداگانه اومده، هر کدوم یه حرفی داره.
املا یکی میگه به شما مینویسید. تحریر شما یه متنی رو فکر میکنم که خوشخط مینویسید. انشا فکر میکنم مقاله نویسی باید باشه. فکر میکنم یعنی یه موضوع به شما میدن، مثل انشایی که ما در اونجا مینوشتیم، یه موضوع رو میدن و شما در مورد اون یه مقاله مینویسید. تاریخ، حالا امتحان در مورد تاریخ خواهد بود، تاریخی، جغرافیا، یورد بلجیسی. در مورد وطن هم اطلاعاتی که در مورد وطن دارن در مورد سوال میپرسن. بعد طبیعت اشیا درسلری، در مورد طبیعت و اشیا درسلری هم امتحان میگیرن. حساب، هندسه هم امتحان میگیرن. رسم علیشی هم امتحان میگیرن، یعنی میره اونجا مثلا یک کار دستی رو اونجا میسازه. مثلا ژیمناستیک رو هم امتحان میگیرن، موسیقی رو هم امتحان میگیرن. حالا bunların ilk 4 dersin imtihani şefahi öyle اول این 1 2 3 4 این 4 ماده بالایی رو میگه شفاهی، اولر و اجرا ادیلر. اینها حالا معلم میگه اینا مینویسه، تحریرش اینا رو دیگه نمیدونم. Türkçe için ayrıca ve tahrir imtihanı da yayılır ve Türkçe حالا این در مورد اینکه حالا شفاهی خواهد بود و کتبی خواهد بود اینا توضیح میده. حالا در ماده 69 داره یه چیزهایی رو این آیه نوت عدد قیمتی. حالا در مورد داره یه چیزهایی که نوت حالا این چی هست نمیدونم. عدد قیمتی 54 نوت Urfa zayıf. عدد قیمتی 2-3. اینجا احتمالاً دارن نمیدونم در مورد چی داره توضیحاتی رو میده. اینجوری این کتاب دیگه خیلی به مواد درسی و سیاست‌های آموزشی ایش ربط داره. قلم işleri اینجا هم در مورد اون داره توضیحاتی میده. خب فکر میکنم این در مورد این کتاب همین کافی هستش. به نظر میاد، بازم گفتم این روی کتاب روغنی نوشته شده که خیلی نازک باشه و برای همین هم اون پشت صفحه هم دیده میشه. این کتاب رو اینجا ببندیم، خیلی قدیمی نیست، اما بریم ببینیم Türk خطinin mezayası. ببینیم که ترک خطین مزایاسی نمنه چی هستش. فی مزایای خط الحسن لنفس زاده، نفس زاده. فی من اینو فی فرابابی خط الحسن احتمالا در مورد خوشنویسی داره صحبت میکنه که برای الهی شکر olsun. حالا اینجا من این جلد کتاب هست، بازم به 2 صفحه اینجوری باز شده. این جلد سمت راستیه پشت جلد هست، جلد اول طرف سمت راست و این صفحه اولین برگ صفحه است که هستش فی الخط و فلان. این اینجا اشیر. حالا این چی هست نمیدونم، نتونستم بخونم. جالبه که در اینجا وقتی اومده بالای این مهر یه هادا مما وقف و صمت الی کسب حضرت الوالد، نمیدونم من کسب خوندم ولی اینجوری علیه الرحمه به شروطن نقطه نگذاشته، مثل اون مثلا هازا مما وقفتو و صممتو الى کسب حضرت الوالد الى کتبه olabilir الى کتب حضرت الوالد علیه الرحمه
به شروطن، نقطه نگذاشته. جالب اینجاست، اینجا هم مهرش رو گذاشته. اجازه بدید میتونیم این از روی مهر یه چیزی بخونیم که بهتر از این باشه. الفقیر الی الله القادر مصطفى قادر مصطفى العاصر ابن مصطفى. نه کامل نمیتونم بخونم، میشه خوند، این قابل خوندن هست دوستان، این کتاب قابل خوندن هست. ولی اینجا حالا صفحه بعد عکس کتاب افتاده اینجا هم این بسم الله الرحمن الرحیم افتاده روی اینجا. این کتاب امیدوارم در صفحات بعد این نیفته، این عکس کتاب افتاده رو هم دیگه، امیدوارم در صفحات بعد این اتفاق نیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. بذار ببینیم این مثل این که اولش با فارسی و اینا شروع میشه، ببینیم که این ترکی هست یا نه. حمد و سپاس جمیع ناس و شکر خاص بی قیاس، اول صانع عبرت نمون، نون و القلم و ما یسترون. اولسون که ترکی شد. کتاب از این لحظه ترکی داره میشه. کلون توبان حالی نونون شایدم کلن توبا نهالی و سرو مثالی بالخلاف ساطر اشجار و ازهار. ملا ملابس اوراق بیضا، ملابس اوراق بیضا و شکوفه سودا یا سودا و مسمر کلمات اولیا قلوب تو این مسمر کلمات اولیا قلب رو و رسم اشکین تحریر چون واله و حیران و عاشق سرگردان دوب. اشک چشمین گرگان واو این خیلی حرف خیلی زیبا. این گرگان ما میگیم خون، از فارسی یاد گرفتیم که مثلا اشک خون میریزم یا یه چیزی، ولی اینجا گفته که گرگان، خون سیاه. یعنی چی؟ یعنی که این ببک، این مردمک چشم ما ازش خون قرمز نمیاد، سیاه میاد. این جالبه، من اینو برای اولین بار تو ادبیات دیدم که یه چنین ترکیب زیبایی رو ساخته. اشک چشمین گرگان و دو زبان احتمالا ورد زبانن تسبیحان و دو زبانن تسبیحان ایلدی. این قرمز هایی که میبینید دوستان در حکم، حالا عین ویرگول هم نوشته، عین ویرگول یعنی اون چیزی که اینجوری میکنیم عین اون هم نوشته. این همون ویرگوله در اصل که امروزه به کار برده میشه. و ودو زبانون تسبیحان ایلدی و فهوای فانه من مفاتیح رزق واسطه انتقال و رابطه احوال قلوب. القلم اهل لسان احلا و القلم اهلا اللسان فهواسنده ترجمان دارن دلکنجله اوامر حالا بعضی هاشون نمیتونم بخونم، گفتم که به خاطر اینکه من متاسفانه این کتاب معلومه که اندازش کوچیکه، یعنی عرض و طولش کوچیکه، کلمات رو میشه درش حساب کرد. بذارید یه چند صفحه بریم پایینتر ببینیم که کتاب عوض شد املاش. از همون صفحه 2 به صفحه 4 که میرسیم نگاه بکنید، اینجا عوض شد نوع قلم. رسول الملك المنان صاحب العدل والاحسان، از سلطان ابن السلطان غازی از سلطان
مراد خان ابن سلطان احمد خان عمره الله امره الله و نصره الله تعالی و جعل آمد بقائه آمر بقائه ابدا و آتاه من الملک ما کم یعته احدا آمین. این در مورد احتمالاً بذارید ببینیم اینجا از جیز الله. خب بذارید ببینیم از اینجا کجا این کتاب در زمان و بعد ذکر جمیل پادشاه علل خصوص چاکر چار یارگزین خلفاء راشدین بنون هر بری دخی مقتدای ائمه مجتهدین دین مبین دور رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و بعد ذکر جمیل پادشاه ظل الله خورشید آسمان معرفت مهر سپهر سریر سلطنت سواد دیده دودمان آل عثمان در دوره عثمانی نوشته شده در تاج شاهان جهان پادشاه زمان خلیفه حضرت رسول الملک المنان صاحب العدل و الاحسان از سلطان ابن سلطان سلطان فرزند سلطان غازی جنگجو غازی به معنی جنگجو هستش کلمه عربی است کسی که در جنگ هم زخمی شده باشه بهش غازی میگن در زبان ترکی غازی و سلطان یعنی خودش احتمالا مجروح شده هم جنگجو بوده و هم در جنگ مجروح شده مراد خان ابن سلطان مراد در حضرت میگه سلطان مراد که فرزند یک سلطان بوده کدوم سلطان بوده پدرش احمد خان امر الله امره الله و نصره الله تعالی خدا به اون عمر بده و یاریش بکنه و جعل امد بقاؤه یا آمد بقاؤه و زندگی او را طولانی بکنه ابدا برای همیشه و آتاه من الملک ما کم یعطیه احدا و خداوند به اون ملک و سرزمین ها و حکومتی رو بده که به هیچ کسی تا الان نداده آمین یا رب العالمین. طبع همایون لری هر کمال و معارفه مایل و نت معارفه عارفه نائل علوم. حالا در مورد شاه صحبت میکنه که طبع ایشون ذوق ایشون چجور بوده و از این حرفا. طبع همایون لری هما میدونی که یه پرنده است پرنده خوشبختی مثل سیمرغ در است میگه که ایشون یک طبع و روحیه سیمرغی داره که سیمرغ هاست. همایون لری هر کمال معارفه مائل میگه در مورد هر کمال و علمی علاقمند مائل و نچه معارفه عارفه نچه علمه معارفه عارف دیر یعنی از کلمات خیلی زیبا استفاده میکنه با آنکه عربی هستن اینها معارفه عارفه به چند تا علم عارف آگاه نائل علوم یعنی به شناخت اون علوم نایل شده رسیده سرعت فهم فراست و قوه دقت خلافتی له زمان گلیلی غلبه هنر و رائع دوران و غلبه دبیران زمان اول ذات ستوده خصال و جمال پسندیده پرکمال لرینه میسر علوم. حالا داره توضیح میده در مورد شاه داره چیز میکنه دیگه صفات خوبی رو به شاه نشون منسوب میکنه قطعا هم اینجوری بوده. یعنی ببینید ما یه چیزی که در زبان فارسی به ما یاد دادن اینه که آقا او کاخی که شاه زندگی میکنه حرمسرا هست و حرمسرا یعنی جایی که شاه‌ها هوس‌بازی میکنن زنان مختلف رو میارن اونجا و باهاشون سرسره میذارن. اینقدر فصیح این فکر فارسی فصیحه در حالی که میدونیم
در اون مقطع تاریخی تمامی کارهای دولتی در کاخ انجام میگرفته و کسایی که به این کاخ می اومدن و میرفتن حق ارتباط با جهان خارج رو نداشتن. اگر یک مردی یا یک زنی می اومدی تو این کاخ، شاه می آورد یا هر کسی می آورد داخل این کاخ، مثل این که استخدام می کرد، اینها حق ازدواج نداشتن، حق خروج از کاخ و تماس با مردم عادی یا خارجی ها رو نداشتن، برای اینکه دولت اسرارش تسلینا بود. حرم برای چی میگن؟ برای اینکه اونجا حرامه که شما برید اونجا اطلاعات اونجا رو ببرید بیرون و داخل. حرم به این مفهوم نیست که اونجا حرم سرا، به این مفهوم نیست که اونجا یه سراییه که دارن توش کارهای حرام میکنن. حرم سرا به معنی اینه که اینجا یه حرمیه مثل ناموس شاهه که باید حفظ بشه. حرم به این مفهومه. تمامی اطلاعاتی که در گوشه و کنار اون مملکت هایی که اداره میکنه میاد اینجا دسته‌بندی میشه، بررسی میشه توسط همین افراد، همین دخترها و زنها. اینها جاسوسان تربیت میکنن، اینا مأموران تربیت میکنن، اینا استاندار تربیت میکنن، فرماندار تربیت میکنن، اینها رو در مورد افراد و ملت‌ها تحقیقات علمی و اجتماعی انجام میدن تا ببینن که چطوری باید رفتار بکنن. در نتیجه این افراد چه دختر باشن چه زن باشن حق ازدواج ندارن که بتونن یه رابطه فیزیک، حتی حق دیدن خانواده هاشون رو ندارن. ممکن وزیر میشه. دیدیم به اون حتی سریال سلطان سلیمان دیدیم که اون پسره که اومده وزیرش شده و بعد دامادش میشه، خواهرش رو میده به اون و آخرش هم میکشتش سلطان سلیمان. اون پسره مثلا وقتی دیگه وزیر جنگ، وزیر اصلی هستش، صدرالاعظمه، میره برادرش رو میبینه و بعد داستانش رو اونجا داستانهای دیگری رو میبینیم. دوستان اینجا اون شاه باید آموزش میدید. از همون روزی که این به دنیا میومد اون کاخ و اون کل اون سیستم سیاسی، حقوقی، اداری که وجود داشت، این بچه رو از همون روز اول این شاه خواهد شد. ممکن بود 10 تا پسر داشته باشه یه شاه، اما همه اونها بالقوه یک شاه تصور می شدن و برای اداره اون مملکت در آینده آماده می شدن. خیلی از مخالفان شاه حاضر می اومدن توطئه می کردن با از طریق اینها کودتا بکنن بر علیه پدرشون، حکومت رو به دست بگیرن، حکومت رو ساقط بکنن، امنیت رو به هم بریزن، جنگ بکنن. خیلی اینها اتفاق می افتاد. شما فکر بکنید که بگید آقا پسر شاه سیاسی نبوده. اصلا این بچه وقتی پسر شاه رو دارم میگم، محمد رضا رو، وقتی داشت مثلا 2 سالش بود میرفت یه جایی 10 نفر همراهش، نه به خاطر اینکه این چیزه یه بچه است. چرا بچه شما و ما که میریم مثلا کوچه کسی همراهمون نمیاد مثلا یا نمی اومد، ولی الان مثلا این چرا؟ برای اینکه میگفتن آقا این 10 تا بچه داره، 4 تا بچه داره، این یه روزی یکی اگرم بمیره اون یکی شاه میشه. ما اینها رو برای اداره این مملکت باید آماده بکنیم. در نتیجه اون آدم‌های 40-50 ساله که همراه این بچه بودند با همون احترام که به شاه می‌کردن نشون میدادن به این بچه هم نشون میدادن تا این بچه اعتماد به نفس داشته باشه. این بچه فرمان میداد، اونها اجرا میکردن، خم میشدن، دستشون میبوسیدن، در این حال که بهش آموزش میدادن، حکم مربیشو داشتن. خب حالا اینجا این شاه هم آموزش هایی رو دیده، به یه سنی رسیده و داره این نویسنده رو هم بهش مأموریت داده در مورد یک کتابی بنویسی که حالا میخونیم ببینیم اون کتاب چی هست. این کتاب البته از طریق همین متن میشه فهمید که در دوران سلطان مراد نوشته شده. میتونیم حالا سلطان مراد اول بوده، دوم بوده، اینو مثلا به دست بیاریم. بعد در 156 صفحه موضوعش هم همین الان میتونیم پیدا بکنیم که چی هست.
غلبه هنروران، اینو من نتونسته بخونم، الان متوجه شدم که این غلبه هنروران خلافت ایل زمان گلیلیده، غلبه هنروران دوران، در زمان اندکی بر هنروران دوران، یعنی اون کسایی که اهل هنر و علم بودن بر اونها غلبه کرده دوران، و غلبه دبیران زمان، دبیران هم معلمان هم اداری ها، سیستم اداری، اونایی که در سیستم اداری کار میکنن به اونا دبیر میگن. اول ذات ستوده خصال، اون اول همون او هستش که الان در زبان فارسی وجود داره، در ترکی هم او میگیم، اما این در اون زمان حداقل در نوشتاج اول نوشته میشد. اول ذات ستوده خصال و جمال پسندیده پرکمال لرینه میسر علوم. میگه برای اون ذات ستوده خصال خصلت ها و خصوصی ویژگی هایی داره که ارزشمند ستوده هست و جمال پسندیده پرکمال لرینه، و برای اون سیرت و صورتش در حقیقت، اگه به فارسی بگیم که سیرت صورت پسندیده پرکمال لرینه، کمال های زیادی که داره، میسر علوم. علل خصوص خطوط کاملت الاکناف و رگوم شاملت الاصناف لریندن، خط تقلید جریان مناد. حالا اینجا اینو دیگه نمیتونم بخونم، مناده یا مکاد هرچی هست اینو نمیتونم بخونم، ولی میشه میگم اگر با املا یواش یواش آدم یه چند صفحه رو بخونه کاملا چشش عادت میکنه که این چی باشه. احتمالا مداده، بذارید ببینید، اصلاف لریندن خط تقلید جریان مداد، جریان مداد میر اماد، درست خوندم، مداد میر اماد، ید بیزای جودت ارالریندن، آرالرینده جاری المغین، قلوب ارباب معارف مشارب اصحاب و مشارف کلن مریم حالا اینجا هم دیگه به زحمت افتادم، به گل افتادم، ببخشید. و مشارف این برای چی؟ برای اینکه که نوشته میشه نون خونده میشه گاهی، این آخری نونه. مشارف لرین کلن مریم لری، اینو مثلا حالا این باید با این حرف و با این شکلی که اینجا نوشته بیشتر آشنا بشیم. بذارید ببینم اینو بزرگ بخونیم فرقی میکنه در این خوندن این قضیه. و عیسی دملری سببی ایل احیا علوب، اشاره به اصحاب مشارف، اصحاب و مشارف کلک، مشارف کلک مریملری نه نمیتونم بخونم اینو. و عیسی دملری سببی ایل احیا علوب. حالا این یه چیزی که این با مری با عیسی دملری باید یک کلون، نمیدونم اینو نتونستم بخونم، سوادم نمیرسه این خط رو اینجا بخونم. احیا علوب، هر کس الناس علی دین ملوکهم مضمون عذره زمانه. ببینید الناس علی دین ملوکهم در اسلام ترکی که سمبل اسلام ترکی دوستان عثمانیه، غزنویه، سلجوقیه، عثمانیه هست. اینها الناس علی دین ملوکهم رو قبول داشتن، آیات قرآن رو بهش اعتقاد داشتن، میگفتن آقا هر ملتی خداوند هر ملتی رو به زبانی آفریده، اون زبان مقدسه، به کار خداست. من برای برنامه دیروز یه مقدمه کوتاه نوشتم دیروز، در اونجا خواستم بگم که آقا زبان تنها وسیله ارتباط نیست. حالا که وسیله ارتباط نیست، وسیله تشخص
انسان از حیوانه. حالا آیا تشخص انسان از انسان هم هست، جامعه از جامعه هم هست، ملت از ملت هم هست؟ به نظر من هست. و اونجا حالا اومدم گفتم که آقا زبان تنها زبان تاریخه، زبان احساساته. یعنی هر کلمه‌ای که شما به زبان میارید و صحبت میکنید این رابطه نیست، این یه تاریخه. کسی که اینو نمیفهمه تنها اون لغت رو نمیفهمه، علتش اینه که اون تاریخش هم نمیفهمه. تاریخ اون کلمه با خودش حمل کرده در تاریخ یه درون مایه‌ای داره. این مثل یک فکر کنی که این کلمه‌ای که هر کلمه‌ای که الان از دهان من میاد مثل یه بادکنکیه، مثل یک توپیه که داخلش یه تاریخ و احساسات و تجربه و مراحل اجتماعی و جنگ‌ها و صلح‌ها و عزاداری‌ها و خوشنودی‌ها و عروسی‌ها و پیروزی‌ها و شکست، خیلی چیزا داخل این هر کلمه هست. شما همین کتابی که الان من دارم میخونم هر کدوم از کلمه مثلا میسر اولوکدو، میسر خودش یه کلمه عربی، از همینجا میفهمید که این ترکی نیست. بعد میره هی داخلش میبینید که این یه پشتوانه تاریخی داره، احساسی داره. حالا در عثمانیه به دین و زبان و مدیریت ملت ها کاری نداشتن، خودشون اون انجام میدادن. اینجا اونو میگه هر کس الناسو علی دین ملوکهم، ملت. چرا در ایران رشوت زیاده، دزدی زیاده؟ برای اینکه اون رهبری که اون بالا نشسته و اون ملوک میگه، نمیگه ملکشون. ملک یه شاهه، ملوک یعنی مدیران. اون مدیران ارشدی که اون بالا نشستن در از بالا رهبره، بعد رئیس جمهوره، بعد حالا رهبر که خودش یه سیستمی داره در ایران. کل اون سیستم هایی که از رئیس جمهور قدرتمندترن در اون سیستم کار میکنن، یه کارمند معمولی دفتر رهبری یه تلفن رو بر میداره. دیدی که این آقای پزشکیان داشت یه ترکی صحبت میکرد، یه شعر ترکی میخوند، یکی یه دانگلداغی پاشد اومد یه کاغذ گذاشت جلوش، رفت رئیس جمهور تسلیم شد. اینها اون مراکزی هستن که قدرتشون از رئیس جمهور بیشتره. حتی اون دارگشایر قدرت اون به این میچربه که رئیس جمهور حرفشو گوش بکنه. پس اون کسی که در نهادهای فرادستی رئیس جمهوره، اونها اگر خراب نباشن پایین دستی خراب نمیشن. اگر رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و دادگاه ها و استانداران و فرمانداران و بخشداران و مدیران کل و اینا هر کدوم اینها خراب نباشه زیر دستی ها خراب نمیشن. هر کدوم وقتی ملت ببینن که اوکی آقا این رئیس اداره، مدیر کل یا معاوناش یا مشاوراش در عرض 1 سال از هیچ چی به همه چی رسیدن. فرض بکنید شهرداری، مثلا ما تو تبریز شهرداری میرفتیم، در تهران مثلا وزارتخونه های مختلف میرفتیم، یهو میبینید یه آدمی، مثلا من یادمه یه بار ما رو بردن برای بازدید از متروی تهران که اون زمان هاشمی رفسنجانی، دوره هاشمی رفسنجانی بعدش داشتن پسرشون اداره میکردن، رفتیم مثلا یه جایی دیدیم که سقف مترو فرو ریخته. من اومدم یه چیزی نوشتم، یه پسری که تو اون روزنامه‌ای که من کار میکردم من یه پسری معرفی کرده بود که برم بازدید و برادر اون رئیس یه بخشی از همین قضیه بود، یعنی مترو. وقتی اومدم به قضیه گفتم آقا من میخوام اینو منتشر بکنم، با اون زمان که حقوق من 35,000 تومان بود در ماه، در روزنامه سلام 35,000 تومان میگرفتم. در یه مجله دیگه هم که کار میکردم، اون مجله یه سردبیر براش گذاشته بودن که این پسره بود، حالا از اسمش بگذاریم، برادرش در اون مترو مسئولیت بسیار مهمی داشت که حالا ایشون به برادرش گفته بود من هم از طریق اون دیگه رفتم داخل این خبرنگاران و رفتم از اون مترو بازدید بکنم و دیدم که این سقف در یه جایی فرو ریخته. اومدم به برادرشم گفتم که میخوام در روزنامه سلام یه چیز رو چاپ بکنم. گفت آقا 5 میلیون تومان میدیم، ننویس، هیچی ننویس.
من رفتم به روزنامه سلام گفتم آقا یه چیزی هست. گفتن آقا تو چرا اینجوری هستی؟ نمیگفتی این 5 میلیون میگرفتی یه چیزی مینوشتی. اون زمان 5 میلیون 2 تا خونه بود در تهران پارس. من یه خونه کوچیک خریده بودم 2 میلیون. یه خونه 50 متری بود مثلا 2 میلیون. شما فکر بکنید که با 5 میلیون میشد مثلا یه خونه 100 متری خوب خرید مثلا. اون زمان 1372 73 70 این حدودا. میخوام بگم که حالا وقتی من ببینم که این آدم تو مترو داره از یه چیزی برادرش میرسه به یه چیزی، خودش میشه فامیلاش میرسن به یه چیزی، تازه میگم آقا چرا من نکنم؟ این کارمندی که در مترو هست میگه چرا من نکنم؟ منم رشوه میگیرم، منم دزدی میکنم، من هر کاری که بتونم میکنم. برای اینکه الناس علی دین ملوکهم، برای اینکه انسان ها به همون رفتار و همون دینی رو دارن که اون مسئول بالا دستی داره. وقتی شورای شهر مثلا بیاد بگه آقا، مثلا یادمه در تبریز شورای شهر اومده بود از چین یه هیئتی رو آورده بود، اینا گفتن ما از فرودگاه تبریز تا نصف راه رو مثلا فرض بکنید، حالا دقیقاً آمارش یادم نیست، مال سال 1378 و ایناست، 80 و اینا، ما مثلا از فرودگاه تبریز تا نصف راه رو، اون خیابونی که آذربایجان نامیده میشه، از هر طرف مثلا به عمق 200 متر 300 متر نمیدونم میخریم، خونه ها رو از مردم میخریم، تخریب میکنیم، برای صاحبان خونه که خونه هاشون خریدیم بی خونه موندن اجاره خونه میدیم تا اون مدت که خونه ها رو بسازیم، و بعد اینا میان براشون خونه هاشون تحویل میدیم، خونه تحویل میدیم به اینا. مثلا در اون زمان یادم نیست، مثلا میگم 8 میلیون 10 میلیون 15 میلیون، این یه پول بسیار اندکی، خیلی اندک. یعنی من اون زمان نه اندک، برای اینکه خود من رفتم تو چند تا پروژه ثبت نام کردم 4-5 میلیون بود، 3 میلیون مثلا خونه در چیز ثبت نام کردم، پولشو دادم، خونه رو مصادره کردن. نمیدونم دست کی هست این سازمان خانه سازی که در شهرک امام خمینی اونجا رو ساخته بود، اون طرف اون جاده سنتو دفتر مرکزیش بود، اونجا مثلا رفتم ثبت نام کردم 2 میلیون 3 میلیون چقدر قرار بود بدیم این خونه رو تحویل بگیریم، آپارتمان رو تحویل بگیریم. خیلی ارزون یعنی الان دارم فکر میکنم شاید زیر 5 میلیون. و میگفت آقا من خیابون میکشم، پارک درست میکنم، مدرسه درست میکنم، بیمارستان درست میکنم، مسجد درست میکنم، کامیونیتی سنتر درست میکنم، و یعنی میدان ورزشی اینا همه چی داشته باشه، اینها رو مفت میدم، و بعد خونه های دیگری هم که ساختم اینا میفروشم، منفعت خودم. شورای شهر تبریز گفت آقا مگه ما خودمون دستمون کجه، خونه رو این زمین رو خودمون مثلا شروع میکنیم به ساختن، خودمون میسازیم، مثلا میفروشیم 50 میلیون، و خونه رو رفتن گرون کردن. الان من دیروز پریروز داشتم میدیدم بعضا متری 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، 80 میلیون تومان خونه متری، بعضا 120 میلیون تومان تو جاهایی از تبریز دارم میبینم خونه متری 120 میلیون تومان. چرا؟ برای اینکه اون آدمی که اونجا نشسته فاسده و منافع ملت رو در نظر نمیگیره، غارت میکنه. حالا اون کارمندان غارت میکنن، و این قیمتی که شما در خونه میبینید، اینو اگه دست چینیا بدیم تبریز رو در عرض 2 سال تبدیل میکنن به یه شهر مدرن. اون حاشیه نشینی که احتمالش هستش حداقل 1 میلیون آدم اونجا بمیره وقتی زلزله بیاد در تبریز، اونها رو جا میدن تو خونه های شیک و تمیز، مثلا با چند میلیون تومان، به جای اینکه هر کدوم برن 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد 5 میلیارد بدن یه خونه بخرن که واقعا مغزم سوت میکشه. آقا خونه های اونجا به قیمت خونه های کانادا هست تقریبا، درآمدش نمیدونم چند صد درصد پایینه،
چرا؟ برای اینکه الناس علی دین ملوکهم، اگر مدیران اجتماعی دینشون غارت و دزدی و چپاول و اختلاس و فحشا و فساد و تجاوز به ناموس دیگران و اینا باشه، مردم هم در پایین همین کارو میکنن. یادم یه ملایی بود میگفت که آیت الله ملکوتی اومد تو مسجد سیگار کشید، تو مسجد اون زمان ما طلبه بودیم. یه ملایی بود از مشهد اومده بود، اونی که در این گوهرشاد اینا نقش داشته بود اینا، میگفتن اون ملا هست، با پای برهنه میومد میرفت. فرزنداش هم خیلی پولدار بودن، با بنز آخرین سیستم پشتش یواش یواش راه میرفتن، اینم جلو با پای برهنه، با یه عمامی که بودن 1.5 متر طولش بود که یه دور اینجا میزد، بعد اینو اینجوری میبست مثل هندوها. مثلا این مولا خیلی لاغر مردنی. این وقتی دید که منبر داشت صحبت میکرد، مسلم ملکوتی خدا بیامرز، که آدم نمیدونه بگه خدا بیامرز خدا، حالا بگیم خدا بیامرز داشت سیگار میکشید، یهو برگشت: مسلم، اگر تو سیگار بکشی مردم شراب میخورن، عرق میخورن، مست میکنن. و یه حدیث خوند، گفتش که چی؟ بذار ببینم میتونم حدیث رو بگم. مفهومش اینه که حسنات العلماء چیه؟ ناس. حالا یادم نمیاد، یعنی کارهای زیبا و خوب علما تبدیل میشه به کار بد مردم. شما اگه گفت سیگار میکشی، مردم مواد مخدر میکشن، مردم گناههای دیگری رو انجام میدن. اینو حالا اینجا نمیدونم از کجا اومدیم به اینجا، به جای اینکه کتاب بخونیم رفتیم کار سیاست و از این حرفا. مضمون üzre zaman şerif saadet enjamlarında ve eyyam izzet devamlarında fazilet afruz ve معرفت امور علمق طالب و راغب علمقین اخوان خلاق اخوان الخلان. اینجا یه 3 نقطه هم زیرش گذاشته، متوجه نمیخوام بشم. اخوان الخلاق پر از آن ملکی البنیات بنیان ملکی البنیان بیر معرفت، اونم احتمالا حالا بیر باشه هرچی باشه، خلان اخوان الخلان بیر پر از آن ملکی البنیان پر معرفت مدار و سپهر اقتدار، خطاب مسکین ترار یا تراز و جواب مسکین نواز ایلیوب بودایی. حالا اینو میخواد بگه چی هست کتاب رو. بودایی بالاخلاص طرفینه işaret buyurdular ki bu bir kitap olup فضائل خط کتابته مشتمل oldu. میگه دستور داد که bir کتابی olsun که کتابی بشه که در مورد فضائل خط کتابت نوشتن مشتمل olduğundan ما ادا طبقات کتابی دخیل مشتمل olup. میگه که این در مورد خط باشه که در مورد کتاب‌های دیگر هم این شامل بشه. آنده کتاب اسلاف علا اصنافن افعال اعمالleri و اطوار اعمالleri مذکور اولیدی، که در اون کتاب اسلاف گذشتگان و اصناف کارهای اونها و رفتارشون اطوار، اعمار هم عمرها، اعمالleri مذکور اولیدی در اون کتاب بیاد. دیون جن bu افگر الورا و از الفقرا bu افگر الورا
حالا این چیه؟ خودش هم زیرش خط کشیده، احتمالاً یه مشکلی داشته. همونطور که ببینید در جایی که این پسندیده پرکماله زیرش خط کشیده، احتمالاً اونجا هم یه مشکلی داشته که مثلا تغییرش بده. حالا هرچی اینجا هم اشارت بویردولر، من اینجا رو نیستم بخونم ولی خودش زیرش یک چیز کشیده و اینجا هم دوباره اینو اصل الفقراء تراب اقدام ینبوع شرفا الشرفا کاتب ابراهیم الحسنی الحسینی القریشی المقری مشتهر به نفس زاده. حالا اسم این کتاب چیه؟ میگه که آقا فرمان داد کاتب ابراهیم الحسنی الحسینی القریشی المقری المشتهر به نفس زاده، مشهور به نفس زاده، به این آدم دستور داد که بیا آقا این کتاب رو بنویس در مورد خط. حالا این کتاب خوندنش، حالا دیگه ادامه ندیم، اینو اجازه بدید، متوجه شدیم که موضوعش چیه، زمانش چیه و اینا. این کتاب زیباییش به اینه که دوستان نزدیک 1 ساعت داریم صحبت میکنیم. این کتاب احتمالاً 1-2 صفحه اگه بریم اونورتر، احتمالاً بو فصل بر دوحه شامخه dür ki bunda bir müqəddəmə vardır. Müqəddəmə xəttin fəziləti bəyanindədir. Amma fəziləti nəql cəhətindən Haqq-ı Təalanın qovl şərifidir. İqra və rabbukal əkram vəllazi əlləmə bil qələm əlləməl insane ma lem ya'lem. میگه در اینجا در مورد فضیلت خط میخوام یه مقدمه بنویسم، اما فضیلت نقل جهتیندن حق تعالانın قولudur. اما این در مورد خط، فضیلت خط، سخن من سخن نخواهد بود، برای که سخن خداوند خواهد بود که فرمود. چه فرمود؟ اقرا، بخون، و ربک الاکرم، کسی که شما رو تربیت کرده اکرمه، کرامتش خیلی زیاده. یعنی والذی علم بالقلم، و اون چنان شخصیتی است یا چنان ذات وجودی است که علم بالقلم، با قلم یاد داده. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اون چیزهایی رو یاد داده که انسان نمیدانست. میگه آقا در مورد خط همین بس که خداوند یه چین کلمه زیبایی رو، جملات زیبایی رو، افکار زیبایی رو در مورد خط گذاشته و ایشون میاد که بویروب، خداوند فرموده تعلیمinde مضاف و منصوب و آنی عبادی حقینده اولان منن لا یحسانون اعظمی و اکرمیندن محسوب ایلدی. حالا هی داره در مورد این الان چیز میکنه، کافی و اثبات مدعای دلیل وافیدر و دقیق خالق بیچون کتاب مکتوبنده نون و القلم و ما یسترون buyurmuştur. او حضرت رب العزت جل شعنه و عمر و امر نواله و خلقin satru kitabat ayetlerine قسم etmiştir. حالا میگه قسم هم خورده به آیات اینا. مقدمه کتاب در رابطه با، حالا رفت رو چیز، بعدش هم که بذارید ببینیم که کتاب خیلی ساده و روان نوشته شده دوستان. این بر اونور میتونم نتونم بخونم برای اینکه چشم عادت بکنه، برای اینکه با اون دست خطش باید عادت بکنم، برای اینکه با متد جمله بندی ایشون باید عادت بکنم. میشه خوند، یعنی قابل قبول. به نظرم این کتاب رو دوستان نمیتونن به من اشکال بگیرن که آقا شما خیلی بد خوندی. نه، این کتاب رو خوب خوندم به نظرم. فضایل قلم biri dahi Allah ki o
اول مخلوقاتdendir çi. Fəzail qələmdən biri dəxi Allah ki biri dahi ola ki ola بشه که اول مخلوقاتdendir که از خود قلم از اولین مخلوقات خداست، چون که اول انسان رو قبل از انسان احتمالاً قلم رو خلق کرده که در موردش گفته چی؟ آیه شریفه چی بود؟ کجا رفت این آیه شریفه؟ ها اینجاست. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. احتمالاً قلم رو قبل از انسان خلق کرده بوده، به وجود آورده بوده، یعنی قبل از انسان علم وجود داشته، علم رو حالا منتقل میکنه به انسان و اونم مکتوب بوده، به نظر قرآن مکتوب بوده. خیلی جالب هست. قیدول علم بالکتابه، اینجا از یه حدیث استفاده میکنه که اینجا گفته خطی ایله yazıp kitabat قلم امر اهم olduğunu bu hadis şerif ile istidlal etmişler. میگه که البته این یه آقایی به نام ابن افضل ابن هلال bu hadis şerifi risalesinde کندو خطی ایله، مثلا نگاه الان اینجا متوجه شدیم که د واو رو کندو خودش خطی ایله کندو خطی ایله yazıp kitabat قلم امر اهم olduğunu bu hadis şerif ile istidlal etmişler که اهمیت بسیار زیاد قلم رو با این حدیث بیان کرده که قید العلم بالکتابت، علم رو با نوشتن قید بکنید، یادداشت بکنید، زنده نگه دارید. و دقیق bu حدیث شریفی تأیید حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه buyurmuşlar که حضرت رسول حضرت علی علیه السلام هم یه حدیثی یه سخنی در رابطه با همین حدیث گفتن که buyurmuşlar که العلم وحشیه قیدوها بالکتابت، علم وحشیه، اون رو قید بزنید، به زنجیر بکشید با نوشتن، اون رو ببندید. قیدوها عقده که میگن آقا بستنه، یه چیزی اینجا بسته میشه عقده میشه، یعنی این قیدوها قیدش بکنید ببندیدش بالکتابت با نوشتن، یعنی اون وحشیه، فرار میکنه، مثل اسب وحشی از یاد میره. مثل اینکه زبان رو مثلا من یادمه یه ترم رفتم تو کانون زبان آلمان بود، چی بود، در میدون ساعت تبریز اونجا رفتم یاد بگیرم، رفتم زندان یادم رفته اصلا دیگه این زبان آلمانی. الان فقط مثلا ایشمشت فقط میدونم چی هستش. البته وقتی یکی حرف بزنه متوجه میشم که این آلمانی هست یا نه. قیدها بالکتابه و دقیق buyurmuşlar که اکرم الاولادکم بالکتابه، حتی حضرت علی فرمودن که فرزندانتون رو گرامی بدارید. اکرم اولادکم، فرزندانتون رو بزرگوار نشون بدید، یا حالا این اکرم رو چه به احترام بذارید، نه خیلی بیشتر، اکرمو یعنی گرامی بذارید. نمیدونم فارسی نمیتونه اینها رو بگه دیگه، متاسفانه اکرمو رو چجوری من به فارسی ترجمه بکنم. اکرامشون بدارید. حالا اکرام که میگیم میاد دوباره تو ترکی مثلا یه چیزی به یکی میدن میشه اون. اولادکم بالکتابه، یعنی میگه آقا کتابت رو نوشتن رو به فرزندانتون یاد بدید و اونها رو بگیم که بزرگوارشون بکنید. فإن الکتابه من اهم الامور، برای اینکه نوشتن از مهمترین امور هست. ببینید در حضرت علی یه چنین چیزی رو گفته، پیغمبرم یه چیزی دیگه گفته، خیلی جالبه. این حق این دین بوده که دنیا رو تسخیر بکنه. متاسفانه این مسلمان‌های قشری پوست پرست نمازخوان اومدن و این اسلام عقل و کتابت رو گذاشتن کنار و رفتن چسبیدن به دعا و ظواهر دین، و ظواهر دین از اصول دین که عقله به نظر من رفت زد بیرون. من اعظم سرور، و از مهمترین و بزرگترین شادی ها و سروره. و دقیق
علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تعریف Hasan və xətt kitabətində hüsn və xətt kitabətində buyurmuşlar ki el-xəttul husni نزهة العیون و ریحانة القلوب و همچنین در مورد زیبایی خطم فرمودن حضرت علی که buyurmuşlar که فرمودن که الخط الحسن یا حسنه الخط الحسن نزهة العیون خط زیبا این نزهت رو معنیشو نمیدونم نزهة العیون چیه چشمه و ریحانة القلوب و ریحان قلوب هست. حالا نزهت رو میشه البته پیدا کرد که نزهت اجازه بدید بریم ببینیم این گوگل علیه السلام حالا من میترسم که اینو بذاریم این خاموش بشه بذارید باشه حالا من این معنی رو به دست بیارم که چی میشه مثلا این کتابمون کجا رفت اینجا خب ببینید در مورد خط داره احادیث مختلفی رو از چیز میاره و دقیق بیورموشلار دوباره از حضرت علی داره تعریف میکنه که حضرت علی فرمودن که تعلم قوام الخط یا ذات تعدب ای اون کسی که دارای ادب هستی تعدب ادب هستی قوام خط رو یاد بده یا یاد بگیر تعلم قوام الخط قوام خط نویسی خوشخطی یا حتی قدرت خط میتونم بگم نمیدونم حالا اینجا و ما الخط الا زینت المتعدب و خط نیست یعنی خط زینت یک آدم متعدبه یا حالا متعدب اینجا و اونجا ممکنه باشه ادب به معنی اون کسی که به زبان و سخن آگاهه ادیب هم از اینجا میاد دیگه ادب و ادیب یعنی کسی که با سخنان نیکو صحبت میکنه فحش و فضیحت نمیگه رهبر جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه فحش و فضیحت میگه این مؤدب نیست در اون جامعه هم مؤدب نمیتونه باشه برای اینکه اون وقتی داره یه فحشی رو میده یه سخن زشتی رو به زبان میاره یه سخن غیر سیاسی رو به زبان میاره غیر حقوقی رو به زبان میاره پایینی ها گفتم چیکار میکنن الناس علی دین ملوکهم راه باز میشه آقا وقتی رهبر میگه میزنم با دوش دهن فلان این میگه خب منم میزنم دهن فلان با قمه میزنم اون با قمه میاد خیابون مل خط الا زینت المتعدب خط چیزی نیست جز این که آرایش و زینت کسی که ادیب هست متعدبه ادبی سطح لغت علمی سیاسی اجتماعی و اخلاقیش بالاست نمیدونم ادب رو چجوری من تعریف بکنم ادب فإن كنت ذا مال فخطک زینتون علی علیه السلام ادامه میده اگر صاحب یک ثروتی بودی پس خط زینت فخطک زینتون و خط تو زینتی هست برای تو و این کنت محتاجا فافضل مکسب و اگر محتاج بودی یه روزی به یه چیزی اگر ثروتی داشتی صاحب مال بودی اون ادب اون خط برای شما چیه زینتتونه مثل اینکه طلا و گوشواره آویزون میکنی الان مثلا تو ایران خیلی مدل دیگه زنها البته تو ترکیه و هندوستان و پاکستان و افغانستان این که خانم ها فلزات رو اینجا بکنن و فلزات رو نشانه برتری اجتماعی خودشون بدونن متوسط اما شما وقتی پاتون به اروپا و آمریکا بذارید این زنا اکثرشون میلیاردرن میلیون ها دلار پول دارن یا نمیدونم چی بگیم میلیون به هر حال نسبت به ایران خیلی ثروت داره یک زن در کانادا و آمریکا و اروپا که مال خودشه نه شوهرش براش خریده باشه نه دوست پسرش براش خریده باشه برای اینکه ازش یه استفاده هایی بکنن حالا اینجا چیکار میاد اینجا بدلیجات رو میذاره تلاجات رو
تو بانک میذاره، تو ثروتش میذاره، یه جایی میذاره که پول در بیاره براش، ثروت تولید بکنه براش. ولی در ایران اونو میذاره اینجا که نشون بده آقا من یا شوهرم خیلی دوستم داره یا اینکه نمیدونم حالا هر چی هست اون در بیاد. اینجا اینجوری نیست. میگه اگر یه ثروتی داشتید اون خط زینتتونه و اگر این کنت محتاجن، اگر یه روزی به فقر و فلاکت افتادی، نیاز به احتیاج دیگران داشتی، فافضل مکسب، و بهترین محل کسبته خط. من در همینجا به دوستان بازم عرض بکنم که دوستان ببینید، بیایید ما این علم کتب خطی خوندن رو یاد بگیریم، این تصحیح کتاب‌های قدیمی رو بریم از بزرگان این علم یاد بگیریم. کاش یکی تو این کانادا باشه من برم یاد بگیرم. شاید برای همین من مسافرتی بکنم به یکی از کشورهای مسلمان، برم اینو یاد بگیرم. وقتی اینو یاد بگیرید چی میشه؟ فافضل مکسب، بهترین شغل برای ایجاد کسبه. مکسب یعنی شغل، بهترین شغل هست. میگه از کسب میاد، مکسب میشه چیزی که باهاش میشه کسب ایجاد کرد، کار ایجاد کرد. و دقیق بیورموش لاچه الخط الحسن للفقیر مالون. میگه خط زیبا برای یک آدم فقیر ثروته. آخه یه کاریه که من تازه جدی میگم، این ای کاش من در وقتی در وطن بودم این رو یاد میگرفتن. الان دیگه این که برم توی مغازه کار بکنم رو مشکلشو نداشتم، میرفتم توی یک کتابخونه مینشستم، یک کتاب رو اونجا تو اون تابستون تا هوای زیر کولر، زمستون زیر اون بخاری گرم میشستم با لباس تمیز کتاب می نوشتم. همه هم احتراممو می‌داشتن، نگه می‌داشتن، یه جایگاه اجتماعی بالایی داشتم، درآمد خوبی هم داشتم، زندگی می‌کردم. والغنی جمالون، و برای یه آدم للغنی جمالون، و برای حضرت علی فرموده که خط نوشتی برای آدم ثروتمند جمال از جمیل میاد، جمیل میاد یعنی زیبا. احتمالاً جمل هم از همین کلمه باشه که جمل و جمیل. و للحکیم کمال، و برای آدم با شعور و عقل معقول، حکیم فیلسوف نگیم اینجا الحکیم یعنی کسی که حکمت میدونه. کمالون، این کماله. حالا این دیگه خیلی زیبا در مورد این خط تلاش میکنه که انسان رو چیز بکنه. حالا بذارید ببینید اینجا چی گفته. و غیریده جمعی ایچی امیراجنده اولان قلم کتاب 12'dür ki عبیه و حمیریه و فارسیه و سوریانیه. او در مورد خطا داره صحبت میکنه. سکان و شرق و غرب و غیریده جمیع امیراچنده، کامل اینو نمیتونم چیه، یهو پریدیم برای همین ذهنم از اون چیز. اولان قلم کتابت 12'dür. میگه که 12 نوع کتابت وجود داره، خط وجود داره. حالا چیا هستن؟ عربیه، یکی عربیه. حمیریه، یه زبانی هست به نام حمیریه که اونم با خط داشته در اون مقطع تاریخی. و فارسیه، و فارسی هم خط داشته در اون مقطع. و سوریانیه، و سوریانی هم خط داشته. حالا در دوره چیز دیگه، در دوره این سلطان مراد. و رومیه، و روم ها هم خط داشتن. عبرانی میشه یهودی هم خط داشته. قبطیه خط مربوط به مصر قدیم هست، اونم خط داشته. و بربرها هم خط داشتن برای خودشون. اندلس میشه اسپانیای امروزی، اندلسی ها هم خط داشتن. و هندوها هم خط ویژه داشتن. و چینی ها هم خط داشتن. یونانیه هم خط داشته، به غیر از این رومیه هست. روم البته قاطی ان این روم و یونان.
اینم خط داشتن. Bunlardan 5 نوعی بالکلیه müzmehil ve ehlinden alem خالی و عاطلdir که onlar همiriye. میگه که از این 12 خط 5 نوعش کاملا مزمحل شده. Bunlardan 5 نوعی بالکلیه müzmehil، بشی کاملا آرادانج از بین رفته و اهلیندن عالم خالی، و از این زبان ها در این انسانی زندگی نمیکنه که به این زبان ها صحبت بکنه یا بنویسه. ممکنه صحبت بکنه ولی بنویسه. و عاطل دور، عاطل و باطل دور. حالا این عاطل نمیدونم به معنی چیه هست، اینم بگم که onlar کدوم زبان هستن؟ همیریه، یونانیه، قبطیه، بربریه و اندلسیه از بین رفتن. پس اندلسیه مال پرتغال نیست، یه زبان مخصوص به خودش داشته که مسلمون بودن، احتمالا عرب هم بودن یا نبودن نمیدونم، ولی وقتی این پرتغالی ها رفتن اونجا، اسپانیایی رفتن اونجا رو اشغال کردن، بلایی سرشون در آوردن که دیگه و اندلسیه. و üçü dahi بلادونده استعمالی باقی و معلوم دور. اما 3 تا میگه که زبانشون کاربرد داره در سرزمینشون، لکن بلاد اسلامی ده اهلی معدوم دور. اما که اونلر میگه اما در سرزمین های اسلامی اهالی این 3 زبان از بین رفتن. یعنی از این زبان دیگه که اونلر، این چه زبان چیه؟ رومیه، هندیه و چینیه. این 3 زبان در میان مسلمان ها کاملا از بین رفتن. 4 باقی oldu. 4 زبان مونده که onlar buldan İslam'da müstemile olan اقلامdır. چی؟ میگه 4 تامون که اونها هم در سرزمین های بلدان، عربی از بلد میاد، بلدان جمعشه، اسلامی'de müstemile olan کاربرد داره، اقلامdır قلمنردler. عربیه، فارسیه، سریانیه و عبرانیه که زبانهای این منطقه است. ببینید کردی توش نیست، ارمنی توش نیست. بعضی از دوستان میگن که تازه این در اواخر عثمانیه است، یعنی حدوداً فرض کنید که 300 سال پیش، مثلا 350 سال پیش، این حدودا. میگه که این منطقه‌ای که مسلمان ها زندگی میکنن، از چین گرفته تا وسط اروپا، میگه در اینجا 4 زبان رایجه: عربیه، فارسیه، سریانیه و عبرانیه نوشته میشه. در خود کتاب ترکیه اینو دیگه نمیاره، بلکه خود کتاب ترکیه. و کتاب الابحاث الجمیله فی شرح العقلیه دخی demişler. و کتاب رو در حالا اینجا دیگه رفت اونجا، خط عربی در مراد اولان کوفی در. میگه که خط عربی رو اول شروع میکنه که اولش هم کوفی رو میخواد بهتون بگه. شهرت بلان خط دور که خیلی مشهوره. حالا استعمال علوم اقلام 6 و غیری آندان استنباط علومش دور. 6 نوع خط الان میگه وجود داره که حالا از همون کوفی زاده شدند. و خط کوفیدن خط منصوبه نقل علومت اواخر دولت بنی امیه و اوایل عباسیه واقع علمشتر. حالا برمیگرده به تاریخ و اینجور چیزا رو میگه. این کتاب خیلی ساده و روان. بذارید ببینیم این تو اینجا یه چیزی مثل که دیدم پرید، ببینیم که صفحه هست. نه، بحث جدید باشه. حکایت olunur که bir gün حضرت سلیمان با یزید خان علیه الرحمه و الغفران تعلیف و تصنیف صاحب olan kibar ulemasını cem edip Şeyh merhumi dahi böyle davet etmişlerdi. Onların tasnifatı olan kitaplar Sultan-ı Mezkur'un piş tehdileri üzerinde mevcut ve hazır idi. Şeyh merhume cümlesinden üstünde yer gösterip cümle ulemasına takdim etmişti. Noen bunların خاطرlerinin inkisareti ve velayet ile fahmşinas edip Şeyh merhumun hattı olan kelam-ı kadimi getirdip evvel mecliste hazır olan ulemayı zul ihtiramın her birine seyir ve ziyaret ettirip kemal istihsaniden دیگه کتاب رو نمیخوام بخونم. خواستم که
حالا دوستان مثلا در زمان فارسی میان میگن آقا این سگید و فلان ایناست، اینا همینه دیگه. در یک مقطعی از تاریخ جملات رو ساده نمیگفتن، خیلی آرایه بهش میدادن، آرایه های ادبی بهش میدادن که از نظر بلاغت، مثلا از نظر اینکه سواد آدم چیز باشه، لغات اینهای زیادی رو به کار میبردن که اظهار فضل رو هم کرده باشن. در یک مقطعی از تاریخ این چنین بوده. حالا ما هم اینجا دیگه اظهار فضلمون رو کم بکنیم، یواش یواش با اجازهتون یه چند سفرم ببینیم که جالب این کتاب تقریبا با یه قلم نوشته شده. اولش حالا قلمش یه مقدار تغییر کرد، دیگه دیده نمیشه. بذاریم اینجا چیه. در تعریف سر تعلیق نویسان میر علی بی اگران، اولا تعلیق ده واضع الاصل اولان میر علی مرحوم درکی اوائل halinde Hüseyin Begraden yazmıştır. Mir Ali merhum Sadat Keram'den ve Evliya-i İzami'den bir kimsenedir ki hatta Hac-ı Şerife cedübdür bir dosti ile Roze-i Şerife'yi bir na'tte na'te şerife irsal edip Şeyhül Haram olan kimseye arz ölünde gede Şeyhül Haram olan. حالا اینجا هم داره یه داستان رو تعریف میکنه که باید نشست و این کتاب رو خوند و فهمید در مورد کتاب تموم شد؟ نه اینجا بذارید ببینیم آخرش رو بخونیم ببینیم چی میگه. منزلی olup حسیب و نصیب میر عبدالله حسینی نجاری و درویش عبدی خط تقلیده خوش نویسان زماندن öldükleri indel ahali ma'lum ve meşhurdur. Öldükleri indel ahali ma'lum meşhurdur ve hattı ta'liğide sahibi kütübe ölenler gayet bir şumar olur. O ölenler اونها که هستند شش کلم اربابی کبی قلیل العدد olmadıkları ecelden haddu hasri onların asla mümkünatiden dahi olmamakla bu مرتبه ایله اکتفا اولوندی. حالا اینجا هم اسم یک دو تا از نویسندگان احتمالا همین نویسنده این خط رو آورد. کتاب ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا احتمالا اون خط ها رو داره معرفی میکنه که چه خط ها و چه وجود داره. حالا شما این دولت رو ببینید که دولت که در اون زمان بوده صفویه مثلا دستور میده، پول میده که آقا بیا در مورد خط یک کتاب بنویس. در مورد خط احادیثش رو جمع میکنه و اقوال رو جمع میکنه و بعد تاریخش رو جمع میکنه و اینا. یعنی یک کار تحقیقی رو دولت سفارش میده. هنوز هم هست، دولت ها این کار رو میکنن. بعضا güldürer iltimas gösterdiler usul خطه bir muhtasar yazmak همون yazmak. حالا یه ذره خط تغییر کرد عزیزان. اینجا رو هم میشه شعر. اینجا در مورد شعر حالا قلمیاler اتاب قلمیاler. حالا بذارید ببینیم اینجا از یه جایی شروع میشه. سهو و نقصان واقع اوله لطف ایله اصلاح برله خطاسی چون اتاب قلمیاler. میگه اگر یکی اومد دید یه سهوی نوشتم و اینها لطف بکنن و به خاطر اون سهوی که انجام شده
مذمتش نکنن. شعر: هر نچه گرده واقع olsa سقیم آنی اصلاح اده چون اهل کریم. یه شعری رو میگه به ترکی می نویسه: هر نچه گرده واقع olsa سقیم، در هر چند جایی که یک سقمی کار بدی انجام بشه، اون کار بد رو یا اون چیز رو آنی اصلاح اده چون اهل کریم، اونو اصلاح میکنه مثل اهل کریم و کرامت و لطف. هر که ممکن واردر عقل و دانشی، هر کسی که داره عقل و دانشی، kimse عیبینی جزتمز او کشی. دیگه میگه هر کسی که عقل و دانشی داره، کسی نمیاد عیب اون رو پیدا بکنه، برگشت اون آدم رو پیدا بکنه و جستجو بکنه. چون خالی علمز خطادن قول. به هر حال میگه وقتی انسان داره صحبت میکنه یا مینویسه، خالی از خطا نیست. العذر عنه الکرام الناس مقبول. از او عذر رو باید پذیرفت و مردم باید کرام داشته باشن. از مردم هم انتظار میره که نگاه کنید. مثلا چرا اینو خوندم دوستان؟ برای اینکه در اون زمان وقتی میخواد شعر بنویسه، شعر ترکی بوده. پس شعر ترکی در این مقطع تاریخی خیلی در تخصصی هم بوده. هر که diletlerin an rahmet gıla. Ana rahmet gıla. هر کسی diletlerinler ana rahmet gıla. هر کسی آرزوی بکنه به اون رحمت بکنن، لطف بکنن. دعا اده yazınçünün sadegele. Sedgile. دعا اده yazıçünün sidgile. یعنی در حق اون نویسنده دعا بکنه با صدق و صفا. Dahi bir muhtasar bir mukaddeme ve iki mekam ile bir خاتمه üzerine بنیاد olundu. میگه که بالاخره این کتاب بر روی یک مقدمه و دو مقاله و bir خاتمه گذاشته شد. اما مقدمه رو شروع میکنه، فصل اول و فصل دوم و فصل ثانی و ثالث و بعد میاد 3 تا فصل خواهد بود. قلمی bildirir. فصل اول bu علم خطün şerifiyetin bildirir. در مورد شرافت خط صحبت میکنه. اما bilin ki bu علم طالب و راغب olan kimselere vacib ve lazımdır. مثلا من اینو kimse میخوندم، الان دارم یواش یواش یاد میگیرم این kimsene بوده در اون زمان. kimsene یعنی به هر کسی که راجب لازمdır. kim اولا bu ilmin şerifiyetin bile داخل اول kim. حالا دیگه آقا این کتاب خیلی ساده است، به زبان ترکی هست، میشه خوند، خیلی زیبا نوشته شده با خط زیبا. در مورد خط هستش. خط رو هم حالا در مورد تاریخ خط یه چیزایی گفت، از کجا شروع شد، احادیثی رو هم آورد در مورد خطوط اون در جهان اسلام اون روز یا در جهان اون روز که میشناختن، زبانها رو تقسیم بندی کرد و گفت که کدوم ها الان صحبت میشه باهاش، کدوم ها باهاش نوشته میشه و کدوم ها از بین رفتن. خیلی زیبا اومده. حالا من نصفه کتاب اومدم. باب اول وضع اسماء خطوط bildirir. مقاله اول ایچی بابه مشتملdir. میگه که حالا در مورد اسامی خطا صحبت میکنه که مقاله اول خودش مشتمل بر 2 باب هستش. حالا اینجا داره در مورد خطها اسامیشون صحبت میکنه و نمونه مینویسه. مثلا نگاه بکنید، از اینجا یه نمونه اینجا از این خط نشون میده برای ما که این خط مثلا چی هست. اگه بخواد اینو بفهمید باید یه چند سطر قبل بریم ببینیم که bir kimsenin ne onun zamanında ve ne ondan sonra ana erişmedi ta müstesem zamanine قبله. تا دوره مستعصم بالله که در حالا فکر کنم قبل یا بعد از هارون الرشیده. الکتابو
جمال الدین یاقوت علیه الرحمه از ظاهر اولی ابن بواب خط. حالا اینجا دیگه از اون خطا یه نمونه رو میاره، اینجا هم یه شعر ازش میاره. من کتاب رو یه ذره این ور بیارم که کتاب کامل دیده بشه. از این ورم اینجا میره، اینجا یه حاشیه هست، حاشیه رو هم یک کاغذی چسبوندن اینجا بیرون که کتاب جا نشه. و یه آدمی اینجا، یه استادی 6 قلم در دیو مشهور دور و هر بیر. حالا این حاشیه هم دوباره یه آدمی نشسته و یه چیزهایی در حاشیه نوشته. انجیلین هم در خوب و لطف دوزردی انجلین که اگر حالا در مورد، من فکر کردم انجیل، احتمالاً انجیل باشه یا هر چیزی که هست، نمیدونم. خیلی کتاب جالبی هست در مورد تخصصی درست. ببینید در مورد خط هست، قسم رابع رجاع. حالا دیگه اینجا در مورد خیلی زیبا در مورد کتاب ها قلم، اینجا دوباره یک چیزی چسبوندن و یک حاشیه بر این مطلب نوشتن. احتمالاً اینجا این علامتی که اینجا گذاشته اومده اینجا یک چیزی در اون مورد نوشته. این هم کتاب دوباره خیلی زیبا آقا جان، خیلی زیبا، قابل، یعنی من مثلا به راحتی این کتاب رو خوندم، میتونم بخونم. حالا یه چند تا غلط این ور اون ور دارم، میتونم اونها رو هم بعد از اینکه یه چند صفحه رو خوندم و به املا و نوع خط و نوع حروف رو چه شکلی می نویسه و اینها به چشم عادت بکنه، به راحتی میتونم این کتاب رو بخونم. حالا دوباره تغییر کرد، اینجا خط یه مقدار بزرگترم می نویسه، یعنی اینها قلم هایی که مصرف میکنه احتمالاً برای نوشتن اون. مثلا نگاه بکنید اینجا خط رو چه شکلی باید نوشت، داره آموزش میده. یا öle ya öle'ye nun öle یا با öle onların آخری دخی الف یا دال. حالا من که بعضی از این چیزها رو نمیتونستم بخونم که این حرف یه جوری نوشته شده، میگه که شما بعد از اینکه این متن رو، این کتاب رو بخونید متوجه میشید که اگر نون باشه، آخر کلمه نون باشه، اینو اون نون رو چه شکلی خطاطی میکنن که مثلا مثل الف یا دال میشه. مثلا یه نون به را فا ölse، اگر نون به را و فا چسبیده بشه، اول وقت بانون باشه bir نقطه طولانی کرک. و اگر دقت بکنید، حالا داره، من اگه این کتاب رو بخونم یا هر کسی این کتاب رو بخونه میفهمیم که مثلا نون اگر به یه چیزی بچسبه چجوری نوشته میشه، به میم بچسبه چجوری نوشته میشه، به الف بچسبه، یعنی هر حرفی به حرف دیگری بچسبه چه شکلی نوشته میشه در خطوط مختلف عربی. خب مثلا اینجا در مورد جیم صحبت میکنه، نونیدن و یادن سنره جیم یا گاف یا واو یا müfrede olsa یا onun dahi امیدوارم که این تلفن ما قطع نشده باشه. حالا اگر به مثلا نون حرف جیم و گاف و واو وصل بشه چه شکلی نوشته میشه. حالا وقتی اینها رو آدم بخونه تازه متوجه میشه چجوری اون کتابایی که نمیتونستم بخونم رو بخونم، برای اینکه اونها بر اساس این کتاب، یعنی این کتاب قواعدش رو از اون نوشته ها در آورده نوشته که وقتی یک حرفی مثل نون بچسبه به چند تا حرف دیگه یا تنها باشه چجوری نوشته میشه در خطهای مختلف. و اون وقت شما میتونید به راحتی یک متن رو مثلا این و سین و صاد بشه چی میشه میم. خیلی این کتاب خیلی مفیده. این کتاب برای اینکه بشه کتاب‌های قدیمی رو خوند و خوب هم خوند، باید این کتاب رو خوند و یاد گرفت. اینم من جزو کتاب‌هایی که باید من یاد بگیرم. بسیار متشکرم دوستان که تا اینجا بودید. ببینید چی میگه اینجا.
اگر من بتونم حالا یه اسمی در اینجا پیدا بکنم که بشه دید که چی هست. کتاب هنوز ادامه داره ولی خطش دوباره عوض شد. واو چقدر زیبایی خط رو نگاه کنید، خیلی زیباست، عاشقانه است اصلا. واو آدم دلش میخواد این کتاب بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. حرف الالف، الف چه شکلی نوشته میشه؟ ایمان المؤمنه یعرف به ایمانه، اظهار الغنیه من الشکر ابلغ الذات النظر الى الاموات، اداء الدین من الدین، اداء الدین من الدین، اخوک من و عصاک فی شده. اوه آقا این خیلی زیباست. واو چقدر زیبا. واو جدی میگم من هیچ وقت از خوشنویسی خوشم نیومده بود، نمیتونستم بخونم، ولی این خوشنویسی نیست. این خیلی زیباست. این خیلی هم قابل خوندن نقاشی نیست، این خطه. این خیلی زیباست. واو چقدر زیبا، چقدر رنگش هم زیباست. اون پشت کتاب و این رنگ هایی که اطرافش به کار برده در این قاب خیلی زیباست. خیلی حرف ها در اینجا در مورد حرف ه صحبت میکنه، بعدش هم حرف خ صحبت میکنه. نمونه ها رو داره میاره در اصل. به نظرم میاد که حرف دال و حرف زال و اینها رو صحبت. بذار ببینیم حرف زال چی میشه. ضم الشیخ من الاشتغال به، ذر الطاغی فی طغیانه، ذنب واحد کثیر و الف طاعت قلیل. واو این حدیث رو نگاه، میگه یک گناه خیلی زیاده ولی 1000 تا طاعت و خوبی خیلی کمه. واو آقا در ایران ما اصلا برای همینه که در عربستان، در کشورهای بعضی کشورهای عربی وقتی اذان میگه مغازه رو باز میکنه، میره نمازشو میخونه، کسی دزدی نمیکنه، چون میفهمن. بهشون راست و دروغ رو یاد دادن، بهشون علم رو، ثروت رو یاد دادن. ثروت عبارت از این که شما بتونید یه خطی بنویسید، یه هنری داشته باشید. ثروت عبارت از دزدی و اختلاس و اینا نیست. در ایران مسابقه دزدی گذاشتیم ما. حروف را اینجا داره را رو چه شکلی باید بنویسن اونو داره نشون میده. اولش کلمه ها اولش را داره. نگاه کنید. رؤیت الحبیب جلاء العین، معشوق رو دیدن. حبیب رو من اینجا به معشوق ترجمه بکنم. رؤیت الحبیب دیدن معشوقه، جلاء العین این جلا و روشنی چشمه، جلا شفافیت. راء اباک یراء ابنک، راء اباک مراعات پدرتو بکن، یراء ابنک پسرت به تو مراعاتت بکنه. اینجا را در اول اومده بود، یراء ر دوم اومده بود. اینجا نشون میده که ر وقتی در اول باشه چه شکلی نوشته میشه، در وسط باشه چه شکلی میشه. رتبه دوباره رتبت العلم اعلی الرتبه، رتب جایگاه علم برترین جایگاه هاست. نگاه کنید حالا در ایران میگه چی؟ علم یا علم بهتر است یا ثروت؟ همه الان میگن ثروت. رفاهیت العیش فی الامن، رفاه یعنی اون رفاه چه میگیم در فارسی هم هستش به کار برده میشه. العیش فی الامن، در امنیت عیش داشتن، لذت بردن، عیش کردن. رزق که اونجا ر رو داشته، بر اساس ر داره مثال هایی رو میزنه تا نشون بده. رزق که یطلب که فاستره رسول الموت الولاده. این یه چیز دیگه است، ببخشید.
رزق که یطلب که فستره، یه استراحت بکن، اگه رزق داشته باشی بهت میاد. رسول الموت الولادت، میگه وقت اسرائیل چیه؟ میگه اسرائیل با زاده شدنت متولد میشه. اسرائیل تو با زاده شدنت متولد میشه. ببینید ما این ادبیات رو نداریم تو فارسی. تمامی حافظ و سعدی و فردوسی رو بذارید، فقط اینها که الان خوندم رو بگید که داره این ظرافت معنا رو. رزقو که یطلب که فستره، اگر رزقی داری برات میاد. یطلب که میاد، طلبت میکنه. فستره، استراحت بکن. رسول الموت، سفیر موت، فرستاده موت، اسرائیل یعنی الولادتو، همین تولدت میگه که آقا اسرائیلت هم من تو رو میبرمت. من اینو دیگه نمیتونم. رعونات النفس، نمیدونم چیه رعونات النفس، صعبها نمیدونم چیه نفس. این صعبها رو اینجا زیر هم نوشته که نشون میده این جمله تمام نشده. این نقطه رو درست گذاشته، ولی این نقطه دلیل بر تکمیل جمله نیست، برای اینکه تکمیل جمله در صفحه بعد با این کلمه صعبها شروع میشه. راء الحق عند غلبات النفس، رفیق المرء دلیل عقله. حالا اینم چی میگه؟ رفیق شما مرء میشه انسان بگیم اینجا. میگه رفیق انسان نشانه عقلشه، یعنی دوست شما چیه؟ بگو عقلت ببینم چقدره. شما با کی دوست هستید؟ با کی رفت و آمد میکنید؟ اینو میگه بگو تا بگم که عقلت چقدره. خیلی این حرف، آقا این کتاب رو هم خوندن داره، هم باید بشه باهاش بحث کرد. یکی بیاد اینا رو خوب ترجمه بکنه، من بفهمم، لذت ببرم. عشق یعنی این به نظر من به نظر من الان واقعا در بند این نیستم که الان یک مدتی که باید باشم برم سر کار الان یواش یواش، ولی دلم میخواد یا 2 ساعتی دارم میخواد، اصلا برام مهم نیست. برام این که این خط رو میبینم با این کلمات زیبا. حالا این چی بود؟ گفته که بذارید ببینیم اینجا این چی بود. صلات اللیل بهاء بالنهار، اون صلاتی که شب نماز، نه، اون صلاتی که شب هنگام میخونید، اون قیمت روزی که گذشته براتون یا میاد پرداخت میکنید. اون زیبایی روز رو که ازش لذت خواهید بود با نمازی که در شب میخوانید پرداخت میکنید. و صلاح البدن فی السکوت، صلاح بدن، صلاح این جسم در اینی که ساکت باشید، زیاد حرف نزنید. من چقدر حرف میزنم، برای همین این صلاح بدن من داره از بین میره. صلاح الانسان فی حفظ اللسان، دوباره میگه صلاح انسان در اینی که زبانشو بتونه کنترل بکنه. صاحب الاخیار امن الاشرار، صاحب الاخیار، اگر اخیار رو به این معنی من بگیرم، نمیدونم کاملا چیه، مثل اختیار اگه بگیرم یعنی صاحب اختیار جامعه، امن الاشرار، امنیت اشراره. اگه شما بتونید امنیت اشرار رو تأمین بکنید، صاحب آرامش هستید، اختیار هستید. صمت الجاهل ستره، سکوت جاهل یه پرده است بر جهلش دیده نمیشه. یک انسانی که ساکت باشه این جهلش دیده نمیشه. هر چقدر انسان مثل من حرف بزنه جهلش بیشتر دیده میشه. الارحام یکسر حشمک، ارحام، صله ارحام کردن، رحم کردن به دیگران، کمک کردن به دیگران، کسر حشمک، حشم و ثروت شما رو زیاد میکنه. بخشیدن به دیگران، ارحام رو اگه بخشش در نظر بگیریم اینجا،
باعث افزونی مال و ثروتتون میشه. صلاح الدین فی الورع و فساد فی الطمع. صلاح دین نمیگه اسلام ها، نه، دین، اون چیزی که اعتقاد داری. بعضی میگن انسانیت، بعضی میگن ایرانه، بعضی هر چی، اسلام دین شیعه است، یهودیت، مسیحیت، حقوق بشر، هر چی که دموکراسی، آزادی، هر چی. صلاح الدین فی الورع، در ورع رو کاملا نمیدونم، خودداری و خیشداری فکر میکنم. و فساد فی الطمع، و اون دینتون به خاطر طمع از بین میره. اگه طمع داشته باشید اون دینتون از بین میره، هر چی که بود. واو این واو من خیلی آقا این جملات رو خیلی زیبا اومده نوشته. کتاب چقدر زیباست، جدی میگم. این خط یه چیز دیگه است، یه عشقه. من با این خط میتونم فکر نکنم خسته بشم. من معمولا اخیرا یه جور بعد از این تصادفی که انجام دادم خیلی زود خسته میشم از خوندن کتاب، ولی این کتاب رو هر چقدر نگاه میکنم لذت میبرم. اصلا کتاب تموم شد. حرف یا با حرف یا این کتاب تموم میشه. بذارید ببینیم اینجا یه چیزی نوشته. جمعاً کلام امام علی رضی الله، در جمعاً 297 تا جمله از حضرت علی علیه السلام آورده در این کتاب. مؤلف و کتاب، حالا اینجا چی اسمش دیگه ننوشته، یه چیزی اینجا نوشته کامل نکرده. به هر حال آقا بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. توش خطنین مزایاسه. البته این کتاب از چند کتاب تشکیل شده. یکی این عربی بود که آخرش دیدیم این کتاب ها ضرب المثل یا سخنان گرانبهای عربی بود که باهاش روبرو شدیم، ولی بقیه کتاب ترکی بود. یعنی این کتاب از اینجا به پایین، از صفحه 68 به پایین، 66 یا 64 حتی به پایین اینجا، یعنی هر چقدر که ببینید 65 در هر صفحه هم که اینجا گذاشته دو صفحه هست. در نتیجه این رو شما به ضرب در 2 بکنید، یعنی اینجا اگر شده 65 یعنی 130 تا 150 نه 130 صفحه تا اینجا هستش. اینم 156 صفحه گفته. ولی دیگه اینجاها این 2-3 تا کتاب قبلی همه ترکی هستن. خیلی خیلی حالا شما یک کتاب فارسی پیدا بکنید 200 سال قبل، 300 سال قبل، 500 سال قبل در مورد خط به زبان فارسی آموزش بده و اون وقت بگید که و بگیم و باور بکنیم که زبان ترکی خیلی ضعیف بوده، نمیتونسته زبان علم باشه. یا بعد بیایم بعضی از اساتید محترم ما بگن که آقا در جهان اسلام 3 زبان بوده، عربی، ترکی و فارسی، و به این دروغ باور بکنیم. و اون وقت بیایم بگیم آقا چند تا کتاب فارسی هستش، مثلا بگیم که آقا 800 تا. تمام شعرها و کتاب‌های فارسی 800 تا هم نیست. دوره چاپ رو نمیگیم، قبل از چاپ رو میگیم. دوره حاکمیت فارس ها رو نمیگیم، قبل از حاکمیت فارس ها رو میگیم. خیلی زیبا بود. بسیار بسیار خوشحال شدم با این کتاب آشنا شدم و چقدر زیبا. روزتون بخیر.